سرخونه سرخونه لوبیا اومده همه جنگی ها دیده نه بچه ها بسیار شما باید بدونه در دورهای طبیعی پهلوانی ها در طور عرض الان خیلی لباس جنگی نمیشتید و جمع میکردیمش مناطقی در گذشته میدونید که فیض‌آباد چی نام داشته همین لوبیای ما سالها پیش در زمانه قدیم فیض‌آباد در خیلی دیگه خونو می‌پختیم. وقتی در خونه تو میگه خیلی دیگه، الان خیلی دیگه، الان خیلی در دورهای قدیم، 100 سال پیش، الان خیلی خونو می‌پختیم. در این فیض‌آباد خونم آدم‌ها پیدا شدن، الان خیلی از سنگ خبر تیار می‌کردن. این سنگ‌های جنگی تیار می‌کردن، حیوانات رو می‌زدن، و این خبرهای سنگی می‌بردن، دورهای پچکای سویدی انا در دورهای قدیم نگاه کنیم چه خیلی پچکا بوده دیدیم ای خواه کنیم خیلی روتاشتیم خیلی حیار میکردیم انا میدونه که در همین نوعی فیض‌آباد خمون یه مزاری بزرگه میدونم خواجه محترم انا نگاه کنیم مقبره شاید در دهه سری چشمه سری مزار دارن انا مقبره انا شخصیت بزرگواره دیدیم مقبره شاید باید با محل شما کلونتر شد، سیتر مولونتر شد، مردم به شما رو میبره بود نزدیک مقبره من چقدر تنگه ها و کلوی کاغذی هست نگاه کنید در زمانهای قدیم چقدر تنگه ها خطی میخریدی یا منچی میفروختی از بچه را دیدید من اگر یافتی در زمانشان که تنگه من این کلوی زمانهای قدیم در زمانهای قدیم در فیض‌آباد کارخانه شیشه بودی برای نگاه کنید چقدر شیشه استیسیون میکردیم برای دوستانی دورو برای دوستانی در دورهای قدیم ایخور، ایدی، اما خیلی کوسو میسوختن و روشگور میموندن این هزار ساله بشه که خیلی توقعه از توقعه چینی هایی و خونه بود این توقعه شما این توقعه در روش کور میخور جنگی این توقعه کزان بگی دوام بود از در خونه تو سکیله هایی در خونه تو هزاری هایی اما در دورهای قدیم در پیشی همیو روحانی جنگی بریم زمانی از دیگه آفرین مردم رو بیشتر می‌دیدن خسته و عوض رو می‌کردن سوختن می‌رفته خونه روشن می‌شده خانه می‌شدیم که وقتی کتاب می‌خوندن درس می‌دیدن زندگی می‌کردن و اینو چرا هست دوش در ایوان می‌انداختیم تخته رو می‌موندیم که سوختن می‌گیسته خونه روشن می‌شده این شهر فیض‌آباد من ایوانی رو من ایوانی رو پرزیدنت اومدگی همین دو سلطنه رو شدگیه هم دیدن میوه سومونی است میوه سومونی دیدین؟ نه یه شاید از این خیلی دوستی هایدونی دیدین؟ این بازوی این بازوی جبه خیلی شکلی سخچو بیا تو دور همین قدیم اما تو میدونی بسته یا میکسره بشینه در دورهای قدیم سفید نبوده در انتظار او می‌دیدن بیرون آب چی می‌دیدن در این استفاده می‌دیدن می‌بودن هرچی می‌بودن یا
Mesela ben hiç